امروز سخن درباره کارگری امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سخن میکنم. ویدیو با بگی آخی با بعضی آدم سخت نرسد و یک سوال میتونم که آیا کارگری حکومت ایملیسا سر کرده تا تمام استرکتور دولتی خب امنیت ملی میتونه که شهرونده لطو کوب کنه جاش میاد که گپ دیگه تاثیر نمیکنه فقط مجدوگل هست. من خیلی یک تا پیشونده زدم در کنی تا که اون جوان عقلش بسرش بیایه و خیلی هشور شوه که چکر کیسته تا حد شید که همون خروسوجا خیستن نولی بانو خیستن ایده طرف خیستن همین شپوشپا گرفتن شپوشپا گرفتن خیست پادکار اگری پادو همین گالستو که یا همین که کشود کرده همین خیست فقط یه سر کرد یا آنت پدر سواله کو همین زدگیش کو میزنه پروست نکاوت میگالتا سگیره میزنه فیسوش میچوشه سگیره را. سلام و درود به پایان به مردم سربلند تاجیکستان عزیز. سلام به مهاجرا و مسافرا و غریب بچه ها. سلام به نوجوانا. سلام به آن جوانانی که اولی دویدن شما میدونن و غلطیدن شما نمیدونن. سلام بابا را قبول کنین، خوش رو بشینین، بابا را گوش کنین. و بابا امروز چی رولی میکرده باشه؟ یکم رولی که به معنی میگن که تو بابا هم فقط رولی که به معنی میکنی، گپ معنی نداره، خودت زیبی یوتیوب نداری، خودت زیبی گپ زدن نداری، وقتی مردن رسیده. بعضی گپاتون توبره های. نیکی امروز چی تما میکنم؟ امروز از سرگذشته خدمت، سرگذشته همین دیه را بیاد میارم و میخندم، بیاد میارم میخندم و با خب شکرانه الله پاک میکنم و شکرانه وطنی بیشت آسان میکنم و شکرانه این جوان مردا شیر مردای وطن میکنم که تاجیکستان عزیز سربلند ما چقدر مهنت و زحمت ها میکشن شبانه روزی بونی دارن و خیلی نگاه میکنن که مبادا یکم جا یکم به ترتیبی نشود. امروز سخن درباره کارگری امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سخن میکنم. ویدیو با بگی آخی با بعضی آدم سخت نرسد و یک سوال میتونم که آیا کارگری حکومت ایملیسا سر کرده تا تمام استرکتور دولتی خب امنیت ملی میتونه که شهرونده لطو کوب کنه؟ شما دارم میگن که ممکن نیست، میگه من میگم که ممکنه، جایش میگه که ممکن میشوه، جایش میگه که ممکن میشوه، برای که ما تور مسلمانیم کو جایش میگه که گپ دیگه تاثیر نمیکنه فقط مجدوگل هست. من خیلی یک تا پیشونده زدم در کنی تا که اون جوان عقلش بسرش بیایه و خیلی هشور شوه که چکر کیسته یک قصه میکنم، قصه واقعیه در دیلم همین قصه هست. خیلی بالا اکرام میبرورم اگر با عزت نفسی کدام برسم هزاران بار بخشیش. خیلی بوبیای که میگن عقلش کم شده، میگن عقلش کم شده که خیلی گم ویدیوی به عقلی کیسم چی بلا. خب خیلی سال شد، چندی سال شد، خیلی سال شد. همین قشلاقی ماده یا قشلاقی ماده قشلاقی پسی قلده خیلی کم تا جنگ جنجال های بین اویله ها و بین مثال همسایه ها میشید، جنگ جنجال ها میشید. بعد یک روز در مسجد دیه مسجد جای نمازخانی داره و خب با جای مثال مجلسگاه داره، یعنی که مجلس میکنن یک جمع آمدی میکنن. خب یکم مثال یکم توی معرکه ها مثال دسترخوان میدوزن همون جا با نمی که در مسجد جنگ جنجال کردگی ناشکری همون نشود. یا مسجد اسماعیلیس ما یا شوخی کردیم در شما برادرش که وای کرده بابا گوشتی گرفته ما وقت ندارم اگر یا اون اورا سایقالتیم با میفهمه. مسجد میگم که گفتن که مجلسگاه ده جای مسجد نمازخانه دیگه مجلسگاه دیگه ده مجلسگاه ده گفتن که جمع شوید. خشلوق گفتن یعنی کم کم آروم جنگ بین همسایگی شده رفته است. گفتن که حکومت یک نماینده میبیاد
خیلی همه بعد نماز شام 6 تا هم شیخ و شیخ چاکا و هم که بودم ببینید نماز میخونن شما بسیار با ترتیب ده شما نماز میخونن همین قدیلتون پاک همین با ترتیب با نظام در دین شما قطره سیاهی نیست خیلی همش دیگه بنامانده جماعت قطعی بچه اومد خیلی را گفتن که کارگر حکومت ما نفهمده با کاوشور کردن کشلوخ شده کی بود یکی بود با فهمده که کارگر امنیت ملی بوده اومد یا بچه همی نکچینی سپارتیونی که اومد همه قطعی که سلام کرد همه که سلام کرد وای که موند همونجا شیشت خیلی رئیس محلات نماده جماعت خیلی برادر همونجا شیشت بعد فامیلیا نوش خونده مقیم جان مقیم نام داره مقیم خیلی مهر محبت کردیم مقیم جانش میگم خب خیلی وای کردم با صحبت سر کرد بسیار نصیحت‌های خوب کرد بسیار نصیحت‌های خوب داد بسیار رنگ فرزندی میگفته باشه که در همین قشلاق و تولد شدگی همه مردم همین خیلی نقطه به نقطه گپ زد که چیکار کنده تو چی میشه و نمازاتون رو خواندین نمازاتون رو خواندین خب اینجا جای چیه جای مجلسگاه جای مثال یگام جمع‌آمد جای یگام معرکه و تو هم بسیار خوب خیلی چی کم بودی و خیلی گپ زدن که گوش نکسته نمیدونه که بچه کیه مقیم جان گوش نکسته خیلی مرا اونجا شدگیم بعد خب همه خیلی میفهمونه ایوس خروسوجی ها همون کودک ها همون نورس ها همون که اولی دویدن شروع میده غلطیدن شما که پیساشون کشوله هوایا کسی جنجال داره ایش بسر ایش حقارت کسی اوش بسر ایش داشت مندازه ایش دستکی زده ایست این هر چند رئیس محله و نماینده جماعت مقیم جان گم میدن که آرام شن آرام نمیشه تا حد شید که همون خروسوجی ها کسن نولی بانو کسن ایدو طرف کسن همین شپ گرفتن خست بعد کارگر امنیت ملی گارسون بستگی فاصله کتای سفید همه توگا همه که با ترتیب وای کیسده سخن کیسده خست که شپ شید در اونجا بعد شپ خست پاپکار اگری پارتو گارسون که یا همین که کشود کرده همین خست فقط یه سر کرد یا آنات پدر سواله کو همین زدگی شکو میزنه پروس نکاوت میگالتا سگیره میزنه فیسوش میچوشه سگیره را یا خیلی ایمو کرتش میگرم که میپرته من نگاه درو من چیکار کنم خلاص میکنم همین خیلی کو باید 2-3 میلیون کو همین شلا کرد همرا پارتو بچه همین مقیم جو پارتو بار پدرشون الان حاضر اوپر گروپ رو فایرون میکنم اوپر گروپ کی رئیس بالا نماینده جماعت بخشید بشین حاضر حال میشه نه که اصلا با شرمردی وطن انا میخوام غمخوری و دلسوزی و انا میخوام سیاست هم که میکپن شرمرد وطن سیاست هم که میکپن کار پیش میره و توریستان آباد شده باشید با نصیحت کرد ولی بالله بالله تعالی قسم خورم پدری من و تو انا که نصیحت میکنه چون که مقیم جان یوشا بچه یوشا کارگر امنیت ملی همین که نصیحت کرد اگر باور که رنگی ملایمون نصیحت میکنه رنگی بسیار پالیتیکی نصیحت میکنه بخیزه رفبوری کوچگی میکنه یه بچه پولی هم فهمون همین مردمی ما چیت کو سی کس در چیت کس در همه دیگه دستو پیش بر گو بچه نمی حاضر من میتونم که شما رو برای دل جناتی بکشم شما خیلی مرده که گپ گوش میکنه نمیکنه همین 2 ساعت دیگه مردم فهمون اینه گو ما اگر بخوام همین شما رو که حاضر اوپر گروپ رو فایرون نکنم این زده همه دیگه تا جزیر بود که چی گپه بعد میکرد خیلی جنگ خلاص همه شیشتیه آخران همه دست جامانا گفته روبر گپی تو معقول بچه من رنگ فرزندی ختم وره ما همیشه شما را میفهمون شما چون میفهمین بچه گپ گوش کنید نماز میخونه به حضور نمازتون بخونه جای میسونه مجلسگاه و یگام خودخری چی دارین یگام معرکه دارین اوخی همه آباد زیبا یگام کمبودی است چی براتون شده شما جنجال میکنید ای همون روزه که همین مقیم جان کارگر امنیت ملی همین کار را تنج کرد بعد رفتن او را با بچه‌هاش گفتن که پدرمون هم که نصیحت نمیکنه
بچه کارگر امنیت ملی اومده نشین دست وسیله بلوک کرد خست شما را بسیار خلاص کرد برای همه گوش برادرو ای بجایست یک روز فهمیدم که مقیم جون وای رفته ای وحدت رفته دیگه جو رفته انشالله با هم شدم با زینه های بالا الله مهربان مقیم جون اولا عمری دراز تنی سر مغزی سالم خوشی های زندگی را نصیب روزی بگردم الله مهربان از زینه های پایان و زینه های بالا برآمدن خدمت کردن به این وطن و ملت نصیب روزی بگردن الله اکبر مقیم جان همچون یک پچودنی چی بگه گرجدانی به پچودنی همین آدمی همین دههای ما بایستو میروه که ما میبینیم در هر جمعه بینیمش ای مولا امام سرکاری تو رئیس محله تو رئیس جماعت همه میبینن فقط خطیب میخوانن صحبت میکنن میگه دههای پس خلاص خیلی میگه دههای پس خلاص انا میخوام پریاد کرد برای همه مقیم جو ما یادآوری میکنم ای تو با خودم مثل فرزند مثل ما شما رو میشماریم همه مردم قشلاق با قصه میکنن که انا مقیم جو اومد پای قدم مقیم جو کدی همین دههای ما آباد شد همین جنجال خورا مقیم جو زنده و سربلند باشید در چهره مقیم جو تمام مردمی سربلندی تاجیکستان از آن جمله شیر مردای وطن آن رهبرای غمخوار و دلسوز همه وقت ما در حقش ما دعاگو هستیم انقدر شیر مردای وطن هست که در تمام مناطق جمهوری تاجیکستان انقدر باید پریاد کشد ما تور مسلمانیم که اگر گپ خوبی را نفهمید میجدو گلاس همونجا یک خاطر هستم که بخیر ما بسیار تعریف بد نکنم همه پریاد کشیده یا وقت نگه میدیم یا هم مشت آمده اینه که پیشونی بده گو بابا جاتا بشید همین 5 سانتی متر ما دایده بابا جاتا بشید گو ما گفتم چی گناه کردم گو بشی جاتا جو داشتیم ای بخدا احسن با این شهرمردای وطن که ما که آزادانه گپ میزنیم و سخن میگیم این فکت و حجت و رقم و دلیل همین مقیم جان کارگر امنیت ملی از زبان خودش ما بفهمیم این گپ این روزم در نمیگم من میگم فردا روز قیامت هم همه پرسیده میشم که چی گپ شده بود مقیم جان در حق تا همه وقت دعاگو هستیم گیجوی دا اگر هم خیلی نفهمی باشه مقیم جان روی کنیم پریاد کش میکنم